بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، خسته نباشید. سلامت باشید، بفرمایید. گفتم با آقای انصاری صحبت کنم. بفرمایید. شما دارید با من صحبت میکنید، صدای تلویزیونتون رو ببندید و با گوشی تلفن صحبت کنید. آقای انصاری عزیز، بله. در مورد این وهابیت که صحبت میکنن، میگن مثلا وهابی ها و این حرفا و اینا، من خودم قبلا اینا رو شنیده بودم، واقعا میترسیدم که این وهابیت چیه. وقتی رفتم مکه اون وقت اونجا دیدم که این کتابایی که موقع برگشتن با آدم میدن این عربا اونجا، بله. اینا رو آوردم خوندم، دیدم واقعا ما خود ما زیارت و نمیدونم قبر اینا اعتقاد داشتیم. اون وقت فهمیدن که این وهابیتی که اینا میگن واقعا همون اسلام نابه با خدا. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. جریان از اون وقت به بعد دیگه واقعا من تو خود فهمیدم، تو خانواده‌ام، تو پیش دوستا و رفیقام گفتن که برید تحقیق بکنید، تا تحقیق نکردید واقعا قضاوت نکنید. درست، درست. الان هم خیلی خوشحالم که واقعا خداوند راه راست من نشون داده. الله اکبر، الله اکبر. امیدوارم که الله سبحانه و تعالی به شما توفیق بده که در این راه ثابت قدم بمونید و شما از بندگان نیک الله سبحانه و تعالی هستید که الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. بشارت باد. بشارت از جانب الله یعنی چی؟ یعنی جنت برای آن بندگانم که سخنها را میشنوند و از بهترینش پیروی میکنند. تشکر از شما. متشکرم. خدا